دیگه توان راه رفتن ندارم. چه بیهوده به این بیابان خشک اومدی. ناامید نشو، وادی القری هر جا که باشه پیداش میکنیم. من به تو قول میدم چیزی نمونده که برسیم. به ساختمونهای باشکوه، به کاخهای زیبا و محکمش فکر کن، به جویهای روان و نخلستاناش. اونجا رو نگاه کن، راهی برای بازگشت نیست. اگه اینجا بمونیم از تشنگی و بی‌آبی هلاک میشیم. باید هرچی زودتر خودمون رو به شهر برسونیم. اما وادی القری مسافران ثروتمند رو میطلبه، نه الاغ سواران فقیر و بی چیزی مثل شما. درسته، اونا فقط به طمع مال به اینجا میان. همینطوره، اونا به اینجا میان تا نخلستان‌های آباد و کاخهای باشکوه رو تصاحب کنن. ولی اون بیچاره ها میون اشراف و ثروتمندان قوم سمود جایی ندارن. هیچ کس اونا رو قبول نداره. شاید هم اومدن خدمتگزار ثروتمندا باشن و جارویی به حیاتا بکشن، سنگای کاخا رو بشورن تا لقمه نونی به دست بیارن. نگران نباش، بالاخره میونه این همه قصد جایی هم برای من و تو و فرزند بیمارمون پیدا میشه. تا در مقابل آنچه آنها میگویند و آنچه به سر من و مؤمنان تو میآورند صبور باشد. خداوندا پیامبرت صالح را یاری کن تا آنچه بر دوشش گذاشته ای. پس اون فرستاده خداست، همان پیامبری که گفته برای هدایت قوم سمود اومده. خداوندا اون صالح پناه بی پناهان باش و همانطور که وعده کرده ای درمان دردمندان. ما نیازمند مهر تو هستیم، ما را از درگاه. ای فرستاده خدا، من را بپذیر و در جمع ایمان آورندگانت قرار ده. چه میگویی برادر؟ بلند شو، این خداوند است که باید ما را بپذیرد. من هم بنده ای از بندگان خدا هستم. او تو را پذیرفته، او خواسته تو در میان ما باشی. این خداوند است که تو را از میان بیابانها عبور داده و به اینجا آورده. بیا تا با هم به سویش دست دراز کنیم و دعا کنیم تا ما را رستگار کنیم. پسرم حالش بدتر شده، کمکم کنین. چی شده؟ حالش خیلی بده. نگهبان، این همه سر و صدا برای چیه؟ چی شده؟ نکنه دزدا به ما شبیخون زدن؟ نه ارباب جان، از دزدا خبری نیست. بچه‌شون مریضه، فکر کردن میتونن اینجا معالجش کنن. ما به طبیب احتیاج داریم. اینجا که جای بیمارا نیست. برین. گفتم که این بچه حالش خوب نیست، مریضه. باید هرچه زودتر طبیب اونو ببینه و الا از دست میره. باید کمکش کنید. به من چه که داره از دست میره؟ شما طبیب میخواین؟ خب برین طبیب پیدا کنین. آخه اون اینجا میشن غذاشو یه تیکری رو خوش بیشتر نیست. ساله، پیروان تو کودکانی هستند که زیر خاک خوابیدن. ساکت باشید. آنهایی که به خدا ایمان آوردند کسانی هستند که پیش خدای خود عزیزند و نزد او کاخهای بلند و آباد دارند. خداوند بزرگ آنها کمک خواهد کرد. کاخاشون اون بالاست، تو آسمونا. اگر تو پیامبری از جانب خدا هستی یه کاری بکن، برای ما معجزه‌ای بیاور تا از آن حیرت زده بشیم و خدایت را بپذیریم و به او ایمان بیاوریم. میتونی معجزه کنی و کاخای این بیچاره رو از آسمون به زمین بیاری؟ تو جادوگری، تو مثل ما نیستی. اگه راست میگی و خدای تو قادر مطلقه، برای ما یه نشونه‌ای بیار. از خدایت بخواه از سوی این کوه یک ماده شتر در بیاره. درسته. خداوندا مرا یاری کن تا رسالتی که بر دوشم نهادی انجام دهم. خداوندا این قوم گمراه را از تاریکی رها کن و نشانه خود را برای آنها آشکارتر رسان. خدایا شکر. خدایا تو را شکر میکنیم. به راستی که تو خالق جهانی.
چیه؟ این یک رعد و برق معمولیه. عذابی در کار نیست. امشب کار رو یک سره میکنیم.